پرونده امروز در مورد دختر 28 ساله به اسم ناینا پوجاریه که با شوهرش آبیژیت توی شهر پونای هند زندگی میکردن. خودش توی شرکت آیتی کار میکرد، شوهرش هم کارمند بانک بود. 7 اکتبر سال 2009 حدود ساعت 8 شب از محل کارش بیرون اومد تا بره خونه. معمولاً همیشه ساعت 7 از اداره میومد بیرون. ولی خب اون شب یه خورده کارش بیشتر طول کشیده بود و مجبور شده بود اضافه کاری وایسه. هوا هم زمستونی بود و خب طبیعتا توی زمستون هوا خیلی زودتر تاریک میشه. ناینا وقتی از شرکت اومد بیرون به شوهرش آبیژیت زنگ زد و گفت که تازه راه افتادم و ممکنه یکم دیرتر برسم خونه. آبیژیت هم بهش گفت که نگران نباشه، فقط مواظب خودش باشه و هرچی زودترم سعی کنه خودشو برسونه خونه. شرکت ساینکران که ناینا توش کار میکرد یه سیستم خیلی خوبی داشت. اینکه وقتی خانوما مجبور بودن تا دیر وقت بمونن با ماشینای خود شرکت میبردنشون خونه. ولی خب از شانس بعد اون شب هیچ کدوم از ماشینای شرکت در دسترس نبودن، چون همشون رفته بودن بقیه کارمندا رو برسونن. ناینا هم رفت ایستگاه اتوبوس تا با اتوبوس برگرده خونه. ولی خب قبل از اینکه اتوبوس بیاد دنبالش یه ماشین جلوی پاش ترمز زد و نایانا هم سوار شد و از اون لحظه به بعد دیگه هیچ کس هیچ خبری از نایانا نداشت. کم کم نگرانی‌های آبیژیت شروع شد. هوا دیگه کاملا تاریک شده بود و چند ساعتی هم از وقتی که نایانا از اداره رفته بود گذشته بود. هرچی به زنش زنگ میزد نمیتونست باش حرف بزنه، چون گوشی نایانا خاموش شده بود. همه اینا دست به دست هم دادن تا آبیژیت واقعا نگران بشه. زنگ زد به شرکت، ولی خب همکاراش گفتن که نایانا یه چند ساعتی میشه که از شرکت زده بیرون. بعدش شروع کرد به زنگ زدن به همه دوستای نایانا که شماره‌شون رو داشت. حتی به چند تا از فامیلا هم پیام داد و سراغ زنش رو گرفت. ولی خب هیچ کس هیچ خبری ازش نداشت. آبیژیت نمیفهمید چه اتفاقی افتاده. نایانا گفته بود مستقیم میاد خونه. حتی همون موقع به خودش هم زنگ زده بود. پس چی شده بود؟ کجا رفته بود بدون اینکه به کسی بگه؟ ترس افتاد به جونش. احساس کرد ممکنه اتفاق بدی افتاده باشه. به خاطر همین خیلی سریع رفت کلانتری و گزارش مفقودی همسرش رو ثبت کرد. پلیس هم بلافاصله اطلاعات نایانا رو به تمام پاسگاه پلیس پونا فرستاد و بهشون گفت اگه دختری با این مشخصات رو دیدن سریع اطلاع بدن. اون شب یعنی شب 7 اکتبر گذشت. صبح 8 اکتبر شروع شد. آبیژیت با کمک چند تا از همسایه‌ها داشت دنبال نایانا میگشت، ولی خب هیچ خبری از این دختر نبود که نبود. تمام اون روز بدون نتیجه گذشت. پلیس هم نتونسته بود هیچ سرنخی از محل نایانا پیدا کنه. اما بالاخره 9 اکتبر 2009 یه نفر با پلیس پونا تماس گرفت. گفت که داخل محوطه اداره جنگلبانی توی منطقه راجگوروناگار یه جسد دیده. به محض دریافت این خبر پلیس به سرعت خودش رو رسون به محل حادثه و آبیژیت هم با خودشون بردن. وقتی پلیس جسد رو دید شرایطش واقعا وحشتناک بود. احتمالاً چند روزی توی جنگل افتاده بود و به خاطر همین حسابی تجزیه شده بود. با اینکه صورت جسد به شدت آسیب دیده بود، آبیژیت به محض دیدنش زد زیر گریه. یعنی چی؟ یعنی همون لحظه فهمید که این جسد زنش نایاناه. پلیس هم بعد از بررسی‌های اولیه رسما تایید کرد که این جسد متعلق به نایانا پوجاریه. کارهای قانونی تو محل انجام شد و جسد برای کالبد چکاپی فرستاده شد بیمارستان. خب معمولا خانومایی که کار میکنن همیشه یه کیف همراهشونه با موبایل و یه سری وسایل ضروری دیگه. معمولا تو کیفشون کارت بانکی هم هست. وقتی پلیس از آبیژیت درباره وسایل نایانا پرسید فهمیدن که اون شب نایانا یه سری طلا و جواهر همراهش بوده، مثل گوشواره و گردنبند و اینجور چیزا. ولی خب حالا نه از گوشیش خبری بود، نه از کیفش، نه از طلاهاش. همه چی گم شده بود. تا اینجای ماجرا خیلی‌ها احتمال دادن که شاید قضیه یه سرقت بوده که آخرش به قتل منجر شده. ولی وقتی گزارش کالبد شکافی رسید همه چیزی رو شد. گزارش نشون میداد که نایانا توسط چند نفر مورد تعرض قرار گرفته. اینجا بود که پلیس متوجه شد ماجرا اصلا سرقت نبوده، در اصل یه جنایت خیلی وحشتناک بوده که بعدش به قتل ختم شده. با این گزارش پرونده نایانا از یه مفقودی ساده تبدیل شد به یه پرونده آدمربایی، تعرض گروهی و قتل. پلیس حالا جدی‌تر از قبل وارد عمل شده بود. اولین کاری که کردن رفتن سراغ شرکت نایانا. تمام کارمندای شرکت رو بازجویی کردن. همه گفتن نایانا ساعت 8 از شرکت رفته، ولی خب بعدش دیگه هیچ کس ازش هیچ خبری نداشت.
پلیس تصمیم گرفت دوربینای مداربسته اطراف شرکت و ایستگاه‌های نزدیک رو چک کنه و همین کار یه سرنخ بزرگ بهشون داد. توی یکی از فیلم‌ها ناینا رو دیدن که نزدیک ایستگاه اتوبوس وایساده بود و بعد از چند دقیقه یه ماشین سفید بهش نزدیک میشه. توی ماشین 3 نفر نشسته بودن. وقتی ماشین بغل ناینا وای میسه، اون شروع میکنه به صحبت کردن با راننده. ناینا و راننده یه چند ثانیه با هم حرف میزنن و بعدش ناینا سوار اون ماشین سفید میشه و ماشین از اونجا دور میشه. اما پلیس زیاد واسه شناسایی اون ماشین به دردسر نیفتاد. از همون شرکت ناینا پرسجو کردن و فهمیدن که اون ماشین مال یه پسریه به اسم یوگش راوت که راننده شرکت بوده. به محض اینکه این اطلاعات به دستشون رسید، یوگش شد مظنون اصلی پرونده. پلیس خیلی سریع عملیات دستگیریش رو شروع کرد. از اون طرف یه تیم دیگه از پلیس مشغول بررسی حساب بانکی ناینا بود. چون همونطوری که میدونیم کیفش سر صحنه جنایت پیدا نشده بود و کارت بانکی هم داخلش بوده. توی این بررسی‌ها متوجه شدن که از کارت ناینا در مجموع 61,000 روپیه پول برداشت شده که از چند تا دستگاه ATM مختلف بوده. اگه بخوایم این مبلغ رو به دلار تبدیل کنیم، یه چیزی هولوش 712 دلار میشه. تو همین حین تیمی که دنبال یوگش بود موفق شد بالاخره 16 اکتبر 2009 یعنی 8 روز بعد از ناپدید شدن نایانا یوگش رو دستگیر کنه. چون چند روزی هم از پیدا شدن جسد گذشته بود، پلیس از همون لحظه اول بازجویی‌ها رو خیلی جدی و شدید شروع کرد. یوگش اولش همه چی رو انکار میکرد. میگفت من کاری نکردم، من اصلا ناینا رو نمیشناسم، دست از سر من بردارید. ولی خب این کارش خیلی دووم پیدا نکرد. مجبور شد همه چی رو اعتراف کنه. گفت که اون و 2 تا از همدستاش ناینا رو به قتل رسوندن. اما داستانی که بعدش تعریف کرد اونقدر وحشتناک و تکون دهنده بود که وقتی منتشر شد کلی از زن‌ها اومدن تو خیابون و علیه پلیس و مسئولای امنیتی اعتراض کردن و خواستار مجازات خیلی سخت واسه کسایی مثل یوگش شدن. یوگش تعریف کرد که 7 اکتبر وقتی نایانا سوار ماشینش شده 2 تا از دوستاش یعنی موهش تاکور و ویشواس کادام از قبل توی ماشین نشسته بودن. جفتشونم توی همون شرکتی کار میکردن که نایانا اونجا کار میکرده. به خاطر همین نایانا اصلا بهشون شک نکرده بود و خیلی راحت سوار شده بوده. یکی از اون 2 تا نگهبان شرکت بوده، اون یکی هم مثل یوگش راننده بوده. توی راه نایانا به یوگش میگه که لطفاً منو زودتر برسون خونه، خیلی دیرم شده. بعد از اینکه نایانا میگه عجله داره، یوگش یکم سرعت ماشین رو بیشتر میکنه. ولی همین که یه ذره میرن جلوتر میپیچه توی جاده فرعی. جاده‌ای که نایانا اصلا نمیشناخته. نایانا هم همون لحظه با تعجب به یوگش گفته بوده که این مسیر که به خونه من نمیخوره، خونه من از اون طرفه، چرا این وری اومدی؟ یوگش هم خیلی خونسرد جواب میده که خانم دوستم راجش چاوداری همین اطراف منتظره، باید برسونمش خونه. گفتم بریم سوارش کنیم چون مسیرمون یکیه، بعدش شما رو میرسونم. نایانا هم واسه یه لحظه حرفشو باور میکنه، آروم سر جاش میشینه و هیچی نمیگه. چند دقیقه که میگذره راجش هم سوار میشه، ولی مسیر بازم اشتباه بوده. این دفعه نایانا حس میکنه یه چیزی درست نیست، یه جای کار میلنگه. رفتارشون مشکوک شده بوده. بعد 4 تا مرد غریبه توی ماشین توی جاده خلوت. طبیعتاً مثل هر خانم دیگه‌ای ترس میفته به جونش. فوری از یوگش میخواد که ماشین رو نگه داره و برمیگرده که خودش تنهایی میره خونه. ولی یوگش با یه لحن خیلی تهدیدآمیز میگه که این ماشین تا وقتی که ما کارمون رو با تو تموم نکنیم وای نمیسته. نایانا هم شروع میکنه به داد و بیداد کردن و میگه که زنگ میزنه به پلیس. ولی خب اون 4 نفر اصلا واسهشون مهم نبود که گوشیشو ازش میگیرن و میشکنن. به خاطر همین بود که آبیژیت هر چی زنگ میزد موبایل نایانا خاموش بود. دختر بیچاره اون لحظه شروع میکنه به گریه و التماس کردن که بذارن بره. ولی خب اون کفتاره کثیف تصمیم خودشونو گرفته بودن. ماشینو میبرن یه جای خلوت وسط بیابون. کیف نایانا رو ازش میگیرن، بعد با چاقو مجبورش میکنن رمز کارت بانکیشو بگه. بعدم 4 نفری به دختر بیچاره تعرض میکنن. واقعا تصور کردن لحظاتی که نایانا با التماس و گریه و وحشت ازشون میخواسته دست از سرش وردارن دلهره‌آور و ترسناکه. بعد از اون جنایت وحشیانه تازه خون به مغزشون میرسه و یادشون میفته که ای وای
چه غلطی کردن. با خودشون میگن حالا که به نایانا بله، نمیتونیم که زنده نگهش داریم، چون اگه زنده بمونه میره پیش پلیس، همه چی رو میگه، قیافمون هم که دیده توصیفمون میکنه، میان هممون رو دستگیر میکنن. به خاطر همین توی همون ماشین با شال خود نایانا خفش میکنن. بعدش هم ماشین میبرن توی منطقه جنگلی، واسه اینکه جسد قابل شناسایی نباشه با یه سنگ بزرگ میزنن سر نایانا رو له و لورده میکنن. بعدم جسد رو همونجا ول میکنن و ده بدو که رفتی. بعد از اون میرن از حساب نایانا با استفاده از رمز کارتش حدود 61,000 روپیه از چند تا ATM مختلف پول برداشت میکنن. وقتی پلیس کل ماجرا رو فهمید، ماهش تاکور، ویشواس کادام و راجش چاوداری رو هم دستگیر کرد. توی بازجویی هر 4 نفر اعتراف کردن که نایانا رو دزدیدن، بهش بله، پولاشو دزدیدن و آخر سرم کشتنش. اون روزا این ماجرا کل کشور رو به لرزه انداخت. تمام شبکه‌های تلویزیونی داشتن دربارش حرف می‌زدن. مردم هم واسه دفاع از حق نایانا ریختن تو خیابونا. از یه طرف همه زنایی که بیرون از خونه کار می‌کردن حالا دیگه احساس ناامنی می‌کردن. از طرف دیگه هم پلیس داشت تمام تلاشش رو میکرد که هیچ مدرکی رو از دست نده تا سنگین ترین حکم ممکن رو واسه این 4 نفر بگیره و خیلی زود کیفرخواست رو آماده کرد و به دادگاه تحویل داد. قاضی هم واسه هر 4 متهم دستور تست نارکو صادر کرد و یه دادستان قوی انتخاب شد تا پرونده رو با قدرت تمام پیش ببره. اما برای اینکه پرونده محکم‌تر باشه، پلیس نیاز به یه شاهد عینی داشت، کسی که خودش توی صحنه بوده باشه. به خاطر همین با راجش صحبت کردن و بالاخره قانعش کردن که علیه همدستا شهادت بده. از اون به بعد توی هر جلسه دادگاه راجش حاضر میشد و علیه 3 نفر دیگه، یعنی یوگش و ماهش و ویشواس، شهادت میداد. ولی خب درست همین وسط یوگش که متهم اصلی این پرونده بود به مسئولای زندان شکایت کرد که چند روز تنش میخوره و وضعیتش هر روز داره بدتر میشه و باید حتما یه دکتر متخصص ببیندش. اولش بردنش به درمونگاه زندان، ولی وقتی گفت که حالش بهتر نشده، پلیس تصمیم گرفت ببرتش به بیمارستان مجهزتر و بهتر. ولی خب وقتی که بردنش بیمارستان دیگه، گفت که باید بره دستشویی و با همین بهونه فرار کرد. در واقع یوگش از قبل همه چی رو برنامه‌ریزی کرده بود. حتی وقتی توی بیمارستان بستری شد، داداشش هم اومده بود بهش سر بزنه و همون موقع یه مقدار پول بهش داده بود که بعد از فرار بتونه ازش استفاده کنه. یوگش هم بعد از فرار مستقیم رفته بود سمت ایستگاه قطار و یه بلیط گرفته بود واسه شهر سورات. ولی خب اونجا خیلی دووم نیاورده بود. چند روز بعد دوباره سوار قطار شده بود و این بار رفته بود سمت دهلی. ولی خب فقط چند روز بعد از رسیدنش به دهلی کل پولش تموم شده بود. خرج غذا داده بود، پول کرایه داده بود، دیگه کلاً هیچی واسش نمونده بود. حالا باید چیکار میکرد؟ دنبال یه کار میگشت، چون حتی نون شبم نداشت. ولی خب چون اونجا نه کسی رو میشناخت نه جایی واسه موندن داشت، هیچ کس هم حاضر نبود بهش کار بده، داشت کارش به جایی میرسید که واقعا داشت از گشنگی تلف میشد. به خاطر همین راه افتاد از دهلی رفت شهر آمریتسار، شهری که حدود 450 کیلومتر باش فاصله داشت. آمریتسار به خاطر معبد طلایی معروفه. مقدس‌ترین عبادتگاه توی آیین سیکه و یکی از شلوغ‌ترین زیارتگاه‌های هنده. یوگیش میدونست که توی معبد طلایی یه جایی هست که از صبح تا شب به همه غذای مجانی میده. همینم باعث شد خیالش از بابت غذا راحت بشه. با خودش گفت تا وقتی که کار پیدا کنم هم میتونم اینجا غذای مجانی بگیرم، هم شبو همینجا بگذرونم. توی همون مدت یوگیش با چند نفر توی آمریتسار آشنا شد و بعداً واسش یه کار توی هتل جور کردن. در واقع توی این مدت یوگیش داشت با اسم و هویت جعلی زندگی میکرد، ولی خب خیلی زود دلش واسه زنش تنگ شد. به خاطر همین چند روز بعد مرخصی گرفت و برگشت خونه. چند روز که گذشت باز ترس افتاد به جونش و برگشت به آمریتسار. با این حال پلیس پونا از طریق خبرچیناش فهمید که یوگیش یه مدته که برگشته خونهشون. بعد از اون پلیس شروع کرد به تحت نظر گرفتن تمام اعضای خانواده یوگیش. حتی تماسای تلفنیشون هم شنود میکرد تا اینکه بالاخره
یوگش توی یکی از تماساش با زنش در مورد جای اقامتش و شهری که توش بود حرف زد و همون تماس کافی بود تا پلیس بتونه محل قایم شدنش رو پیدا کنه. بعدش پلیس پونا رفت آمریتسا رو یوگش اونجا دستگیر کرد و کتبسته برش گردون. دوباره بردنش دادگاه و برش گردوندن زندان. با این اتفاق روند رسیدگی به پرونده قتل نایانا که توی زمان فرار یوگش تقریبا نصفه مونده بود دوباره از سر گرفته شد و شاید به خاطر همین وقفه صدور حکم این پرونده 8 سال طول کشید. ولی خب بالاخره بعد از تموم شدن دادگاه دادستان پرونده گفت که نایانا سوار اون ماشین شده فقط و فقط به خاطر اینکه فکر میکرده این آدمایی که توی این ماشینن همکاراشان جوری نگرانی نداره. ولی خب این آدمایی که این دختر بهشون اعتماد کرده بود بدترین بلایی ممکن رو سرش آوردن. دادستان این پرونده رو جز نادرترین جنایت‌ها دونست و واسه هر 3 متهم اصلی درخواست حکم اعدام داد. قاضی هم دمش گرم رحم نکرد. در نهایت 9 می 2017 3 نفر یعنی یوگش راد، ماهش تاکور و بیشواس کادام به اتهام آدمربایی، تعرض گروهی، سرقت و قتل به اعدام محکوم شدند. اما دادگاه راجش چاوداری رو به عنوان شاهد اصلی مجازات نکرد و آزادش کرد. همینم باعث شد خیلیا توی جامعه از این تصمیم ناراضی باشن. میگفتن کسی که تو همچین جنایتی نقش داشته نباید اینقدر راحت آزاد بشه، حداقل باید یه مجازات کوچیک واسش در نظر میگرفتید. اما خب چون علیه بقیه شهادت داده بود در نهایت بخشیده شد. اینم بگم که توی هند همینجوری به این راحتی‌ها به کسی حکم اعدام نمیدن. در واقع هند جزو کشورهایی به حساب میاد که به شکل رسمی مجازات اعدام رو لغو نکرده، ولی خب در عمل خیلی کم پیش میاد که حکم اعدام واسه کسی انجام بشه. میشه گفت توی 50 سال اخیر فقط و فقط 30 تا حکم اعدام داده شده که این پرونده هم جزو یکی از همون پرونده هاست. دوستای خوبم مرسی که تا اینجای ویدیو در کنارم بودید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون و همدیگه باشید.